با سلام به بینندگان بینید گرامی رادیو زودی. چون همیشه ساعتی 10 با وقت پراگ من برای شما در چند دقیقه خبرهای تازه را از تاجیکستان و جهان میگم تا اینکه در جریان باشید و البته بازم دعوت میکنم از شما که 3 ساعت پس خبرهای دیگری ما رو بشنوید از برنامه خبری که خبرهای نو خواهند بود چون همیشه و امیدوارم که ما شما رو در برنامه در بخش مستقیم در همینجا در آزادی ویدیو میبینیم. فدراسیای مهاجران روسیه از مقامات روس خواسته از قرار دادن سبوکی‌ها برای مهاجران بنابر پاندمی کرونا ویروس تا 3 ماه دیگر دراز کرده شود. در این باره وادیم کوژنوف رهبر فدراسیا دیروز در یک مراجعه ویدیویی خبر داد. کوژنوف گفت از ماه اپریل تا امروز وضعیت کم تغییر کرده است، مرزها همان بسته و مشکلات مهاجران باقی میمانند. بنابراین فدراسیای مهاجران از حکومت روسیه درخواست کرده است که امتیازهای وابسته به پاتنت و ثبت نام تا 15 دکبر امسال تمدید کرده شود. مقامات روسیه مهلت بعضی از سبوکی‌ها را که قبلا در رابطه با کرونا ویروس نو به شهروندان خارجی از جمله مهاجران تاجیک داده بودند تا 15 سپتامبر مقرر کردند که مهلتشان به پایان میرسند. مهاجرانی که صاحب کار نیستند به گرفتن پاتنت نیاز ندارند یا وقتی مهلت پاتنتشان به پایان میرسد به گذشتن از مرز روسیه میتوانند آن را دراز کنند. پیشتر مهاجران وظیفه دار بودند در هر 3 ماه یک بار سرحد روسیه را بگذرند. خبرگزاری های روسی درباره بررسی شدن سفر دانشجویان تاجیک به روسیه اطلاع میدهند. رسانه ها از قبل سفارت روسیه در دوشنبه نوشتند فعلا با تمام مقامات داخلدار مسئله برقرار کردن پروازهای منتظم و یا ویژه را بررسی دارند تا دانشجویان تاجیک امکان سفر را داشته باشند. در عین زمان مسئله تمدید روی خط شهروندان نیز محاکمه می شود که حقوق سفر به روسیه را دارند. اخیراً وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت که مشکلات در وطن بند ماندن دانش آموزان تاجیک محصلین مکاتب عالی روسیه را با سفارت آن کشور در دوشنبه در میان گذاشته است. دیروز نخستین مرافعه 33 شهروند تاجیکستان در دادگاه نهایی لیلک ولایت بودکند قرقیزستان که برای عبور غیرقانونی مرز متهم میشوند صورت گرفت. نزدیکان بازداشت شده ها در تاجیکستان گفتند این گروه جوانان 3 ماه پیش برای جمع‌آوری شیره کمال به بودکند رفته بودند. همزمان به قول وکیل مدافع یک شهروند دیگری تاجیکستان برای غیرقانونی و بدون شرطنامه به نهایی لیلک آوردن این هموطنانش عیبدار دانسته میشود. میلز عبدالرحیم وکیل مدافع 33 عبدالشونده دیروز به رادیو زودی گفت در دادگاه ذکر کرده شد که شهروندان تاجیکستان بدون پاسپورت و ناآگاهانه با راهنمایی یک شهروند همین کشور و یک شهروند قرقیزستان به ناحیه لیلک آورده شدند. اما مقامات مرزبانی قرقیزستان و تفتیشات هنوز به طور رسمی قضیه مذکور را توضیح ندادند. امروز پیمان ناتو در یک جلسه خاص زهرالودشوی سیاستمدار مخالف حکومت روسیه الکسی ناوالنی را بررسی میکند. او با ماده فلج کننده عصب معروف با نام نویچوک زهرالود شده است. پیش بینی می شود که 30 عضو ناتو از روسیه دعوت میکنند تحقیق کامل و شفاف این حادثه را راهاندازی کند، ولی احتمال چاره‌های مشخص پیمان فوراً اعلان نشوند. روز 2 سپتامبر آلمان خبر داد که بر پایه آزمایش ناوالنی بدون شک و شبهه تشخیص شده است که منعقد سرسخت کرمل را با نویچوک زهرالود کردند. ناوالنی 44 ساله اثنای پرواز از شهر تومسک به مسکو خود را بتیز کرد و هواپیما در شهر اومسک نشست اضطراری نمود و ناوالنی 2 روز را در شفاخانه اومسک سپری کرده سپس برای معالجه به آلمان انتقال داده شد. تا کنون روسیه از تحقیق زهرالودشوی ناوالنی سرپیچی میکند. در ناحیه دنقره مردی را برای تجاوز دخترش 25 سال از آزادی محروم کردند. بنا به اطلاع داستانی کل تاجیکستان عزیزالله عبداللویف تا 20 سال 2017 به ناموس آن زمان دختر 16 سالش دستدرازی کرده است. به قول منبع او شبانگه به نزد دخترش می آید. وقتی او مقاومت نشان میدهد عبداللویف رویش را با بالشت محکم میکند. در نتیجه جبریده بیهوش می شود. تفصیلات دیگری این جنایت مدهش گفته نشده است. همین گونه معلوم نیست چرا حکم بعد 3 سال صادر کردن جنایت اعلان می‌گردد. عزیزالله عبداللویف مهلت جزا را در زندان نظامش سخت سپری خواهد کرد. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ از مقامات جمهوری اسلامی ایران دعوت کرده است که حکم اعدام گشتنگیر محکوم با کشتار افسر امنیتی اثنای اعتراضهای ضد دولتی سال 2018 را بازبینی کنند. نوید افکارایی 27 ساله با کشتار افسر امنیتی در اعتراضهای سال 2018 در شهر شیراز عیبدار دانسته شده 2 دفعه به اعدام محکوم گردیده است. ترامپ از هواداران گشتی حرفه‌ای به شمار می‌رود. مثل او ده‌ها ورزشگر ایرانی و گشتنگیری بین‌المللی به معرکه جلوگیری
جلوگیری از اعدام افکارایی همراه شدند. خبرگزاری ایران 31 август خبر دادند که دادگاه عالی این کشور در تاریخ 15 август حکم اعدام را به تغییر گذاشت. حامیان حقوق و فعالان جامعه شهروندی بر این نظرند که افکارایی کسی را نکشته و زیر فشار و شکنجه گناه را به گردن گرفته است. دو برادر افکارایی هم مجازات شدند، یکی به 54 سال و دیگری به 27 سال زندان و 74 شلاق محکوم گردیدند. در توجیکستان باز یک تلویزیون نو تأسیس می‌یابد. در این باره پرزیدنت امالی رحمان قرار دخلدار را امضا کرده است. شبکه با نام علم و طبیعت با زبان‌های توجیکی و خارجی 24 ساعت در شبانه روز برنامه مربوط به دستاوردهای علمی و عالمی طبیعت را پخش خواهد کرد. در شبکه نو 87 واحد کاری تأسیس داده شده است. مبلغ گذاری به شبکه نو از حساب بودجه کشور و مبلغ‌های مخصوص خود مؤسسه عملی خواهد شد. در توجیکستان فعلا 13 شبکه تلویزیونی دولتی سرتاسری و 35 شبکه خصوصی فعالیت دارند. و در ولایت ختلان دادگاه 2 نفر را برای نقض قانون تنظیم به هنگام برگزاری توی جریمه بسته است. از جمله دادگاه ساکن شهر نورک با نسب سایتف را برای دادن 2 نمود طعام در توی به پرداخت 5800 سومانی جریمه موظف کرد. همچنین رهبر مرکز نظارت دولتی و سانیتری اپیدمیولوژی نوعی کوشانیان برای معرکه مصلحت اوشی در توی پسرش جریمه بسته شده است. در این برابر نامرده در توی بیش از 4 ماشین را استفاده کرده است که طبق قانونگذاری توجیکستان اجازت نیست. بینندگان عزیز، این چند خبر تازه بود که تا این ساعت من دسترس کردم و تا برنامه بعدی که 3 ساعت پس تقدیم شما می شود من شما رو به خدا میسپارم. با ما بمانید و تشکر که همیشه ما رو تماشا میکنید.